سلام به اولین ولاگ شورت من خیلی خوش اومدین. خب در حال حاضر من صبح رفتم به خاطر اتودنسیم کش انداختم داخل دندونم به خاطر اینکه فکم خیلی کوچیکه. و خب آره شبم قرار بریم مهمونی. الانم از همون اومدم و خب در حال حاضر دارم میرم موهامو خوش کنم. خوش شد و کتاب 365 روز رو تموم کردم و خب قشنگ بود. آره. اینجا هم دارم کم کم آماده میشم که دیگه بریم اونجا دیگه. اینجا منظورم دارم آرایش میخوام برام بکنم. آره همین اینجا هم برم موهامو سشوار بکشم صاف شه جلو. معمولا میدم عقب که خوش فرم تر بایسته. لباسامو در حال حاضر که میخوام بپوشم و خب اینجا دیگه لباسامو پوشیدم و قرار اسنپ بگیرم و برم. خب